کاری هر روزه این مرد گرم کردن آبی حمام است. در سردی‌های کم سابقه اخیر و یخ بستن قبورها و بی‌آبی در خانه‌ها احتیاج ساکنان به این حمام زیاد شده است. خودی حمام هم در این سرما وضعی خوب ندارد. ساکنان خانه‌های بلندآشانه کلوب شکایت دارند که حمام‌های زنانه کمند. هستم در شهر کلوب برای زنان کمه. اگر میریم بسیاری و ما میریم که ما جا اچرت منام نمیرسه. زنان با فرزندانشان به حمام محله بربط آمده اند. نرخ شستشوی در اینجا برای کلانسالان 20 و برای کودکان 10 سامانی است. اما نه همه توانی پرداخت این مبلغ را دارد. از همین سبب برخی ها خانه خویش و تبار یا خودداری از شستشوی را به میدانند. نرفته میخونه که هممون کسال میخونه نمیبریم سون نیست. کمی حمام در این سردی ها نه تنها مشکلی ساکنان کلوب است. در شبکه‌های اجتماعی زن‌های از دوشنبه و باختر خوجند نیز حمام زنانه می‌جویند. در کلوب هم صاحب این حمام میگوید که در این سردی ها حتی پیرزن‌ها را قبول کرده بود. سردی هوا و بی‌آبی سبب شده است که آنها از بودن حمام‌های زنانه آگاه کردند. بسیاری میآیند، اویلاوی میآیند، دخترکو زنکو کم پیرو میآیند، میان دوم میکنند در حق رئیس میروند. بسیاری وقت میگن که ما بانیا را یکم بار دیدیم. شهر کلوب در جنوب تاجیکستان قرار گرفته است. این شهر از جهت اهالی سیومین کلانترین شهر کشور است. یک قسمتی ساکنانش در خانه‌های بلند آشیانه زندگی میکنند. زمستان قحطان امسال سرد آمده لوله‌های آب یخ بست. ساکنان خانه‌های بلند آشیانه مجبور شدند از پایان به بالا آب کشند. همین یخبندی به خصوص احتیاج زیاد به حمام یا گرمابه‌های زنانه را آشکار کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.